نمیگویه میشه برادری کار درست نیست تو بطور مسلمان ما پناه میکنن اکثر چیزا لیکن اکثر شما میبینیش من هم رشته‌ها بعضیاش نفرت کردن که اون در سوخت در نی ماشین نشتن همه رشته سیگارت کشته شده های میزه باوی ریشم ده انامقا به این ملو سیگارت کشته شده و بطورش با مجاهد بطورش و با ما پریزنوان نمیکنن و به حق رسیدگی وجبه این در نزد مردم این خنک چیزه از میدونی اگر من خدا خواهد یک کوچه برمده یک توی شعب رفته اگر خدا خواهد استل نشینم یک برچککش نخدا خواهد مردم منو با کدوم چشم میبینن فکر کن این چشم حقارت آمیز میبینن یا نمی کاری که انشاءالله خدا خواهد در اسلام ریش داریم که تا قیچه مونده سگیم که سگه پای مسجد مزه کاری که مینوس اسلام کار نکن یا نطوری می در راه حقارت میگه ریشش فلان نه هم نخواه خون هم نماز خون شما ضربه با اسلام میزنیم ضربه با پیغمبر بزرگ ضربه با قرآن میزنیم در جای جمعیتی خدا خواهد شما همچی یک چی باشید یک مثال گمده انگشتر نکو چله رو انگش باشه خدا خواهد من پیغمبر نگین میگم نگینه با نگینه چه چشمکشه من شما نماز خونه همچنان چشمک همون نگین باشیم در بین مردم در بین قوم و جمعیت من بعضی دوملا خطا دارن در این اینترنت ها میبینه مثال خطای عادی ترین میکنن لیکن تمام مردم نفرت داره یا نمی گرچه او کار در شریعت درست باشدم لیکن نزد مردم خنک او چیز خنک نمایمیتیه انسان ها بعدت میبینن الله بعدت میبینه الله بعدت بینه در قلب مردم ها بدیه میاندازد بعد هرگز سفید نمیشه حرکت میکنه لیکن علاج نیست برای من ایهازی برادرها انشاءالله خدا خواهد عبادت کنه پیوسته بعد عبادت باشه دائم طاعت کنه انشاءالله خدا خواهد از گناه ها پرهیز کنین چیزا خدا خواهد نمونه عبرت چه هممون انشاءالله در بین قوم و جمعیت برای من هم چیکار کنیم احتیاط برای من که احتیاط نیمی حیات داریم احتیاط نکنی خطت دور نمیره خطت هر جور نزدنگی تیز نابود میشه اما خطت چقدر احتیاط کنی انشاءالله همون خطر چی دور میریم انشاءالله خدا خواهد بعد افسوس میکنیم لیکن افسوسیش سود نداره برادر برای حرکت کنیم مهم مبارکم هستی الحمدلله به عدد شکر خدا خواهد من 4-5 روزه که دیگه موند انشاءالله که همون تیاری انشاءالله خدا خواهد به نمازها تیاری به ترابه انشاءالله خدا خواهد تیاری به روزه انشاءالله خدا خواهد همون کمر همت بسته خدا خواهد آیلوی انشاءالله خدا خواهد هممون روزه دار باشیم هممون عبادت الله کنیم خدا خواهد این یک ماه روزه مهمان برادر یک ماه روزه میگد آید از بهشت روزه از طرف بهشت میاد بوی خوب داره بوی خوش داره انشاءالله خدا خواهد مؤمن ها باید که راحت کننش در کار غمگین نشدن در کار او حکومت ای خوردن موندم ای 20 موندم ای 40 موندم ای مرکو توی نمیشه ای بزرگ خوردنش موندم نه خرسان شه انشاءالله خدا خواهد با خرساندی قبولش کن خدای تعالی آتش دوزخ جسد حرام میکنه کسی که میگه اگر خرسان شو با پیشوازگیری چی ماه مبارک این ماه فیضش عموما دیگه عموما پیامبر بزرگ میگه 3 دهنده تقسیم شده 3 دهه مثال اوسطها
اولها رحمتون و اوسطها مغفرتون و آخرها عتق من النیران. 10 روز اگر روزه رو گیری رحمت خدا در لایق میشه. خدا به نظر رحمت نگاه میکند. 10 روز میونش گیری مغفرت گناه، تمام گناه الله 1 سالش نیست که میپرته. و 10 آخر گیری عتق من النار، از آتش دوزخ الله خلاص میکنه. من فیضش، من درجهش 3 خصوصیت داره. ببینید 3 خصوصیت. از این خصوصیت ها باید ما محرم نشیم انشاءالله. خدا خواهد ای حاضی مشق کنی، هر روز نمروز گیر منه. ما باید که ما شما مشق کنیم بد. یک هفته نه، 1 بار 2 بار 1 بار 2 بار گیرته اگر آدم عادت کند گرنگ نمیشه. بعد که من نمیکنم یک بار روزه میگیری بعد 3 روز 4 روز لاحظ میشه. این که اگر گرفته گرده که فرق نداره. پیامبر صلی الله علیه و 15 روز ماه شعبان میگرفت، 15 روز آخرش میخورد. تیاری میدید بچی ماه مبارک. گاه سنجیدن در کبت خداتونه انشاءالله. خدا خواهد کنی به همین آدم عادت میکنه. دخت لاحظ نمیشه، یا روز 2 روز مونده نمیشه. رفتن میگیری با هم قوت، همون قوت، همون گب، همون رفتار میشه. لیکن افسوس هم نمیکنیم. برای بعد آزار میکشیم، لیکن آزاری نداره. میگه بنده میگه میترسد از تشنگی، میترسد از گشنگی، خدا خودش انشاءالله آسان میکنه. خدا خودش قوت میده. نترس میگه ای تشنگی، از تشنگی میگه لرزانی، نترس. ای گشنگی نترس، خدا خودش آسان میکنه. نگاه ها ماهی رمضان خدا خواهد بی افسری هم روزه میگیریم. یکی وقت هم میخیزیم که هفته برمده، میخیزیم که وقت گذشته میسون با هم روزه با خوردگی نه با قوت احلا بلند میتیم. خوردگی نه با قوت بلند. مثل میدیم در ماه رمضان 18 ساعت 19 ساعت روزه گرفتیم. تو روی وزی چند قای من از سکسکه قسقه شده اومدن میگیرم. من ساعت 9 روزه 8 نیم روزه شده که جو موشید. تو روی ماه سرطان ده حوضی خدا خواهد چه من از ساعت 15 کم 6 نه 6 دسته 7 8 2 نیم ساعت از عقیب اومدیم. ای پیشی نه یا که 2 نیم ساعت ای بومداد پیش اومدگیم. چون که ساعتی هم چی میخستیم 2 میخستیم 2 نخستیم 3 نیم ده محکم کرد نکرد مثال. چون که قسقه چیده میرفت وزی که دولی هم درازه کم قسقه میشه. ولی خدا خواهد انشاءالله روزای کوته من با روزای بیکاره چیگی الحمدلله که اگر بر زمین شوا 2 روز کچکه میشوندگی الحمدلله دیگه کنی کار دارمی فقط خواهیم خیساری همه خورده خواه هممون همترای. برای همین خدا خواهد که روزکا غنیمت دونسته هممون خدا خواهد اویلام که گیریم شاید الله راضی شد. خدا خواهد چون که تا سال دیگر الله میدوند. میرسیم نمیرسیم. مثل چند تا کنی روزه دارو چند تا پیرک یا چند تا نماز خونه های بلمو برفت 1 سال در نشینه. این همی خیلی حیات بلکه نوبتی ما و شما میرسه در این سال. همین همیشه چکا کنیم پیوسته انشاءالله طاعت عبادت روزانه چکا کنیم میونی کمری همت بسته خدا خواهد تیاری بینیم. الله خودش انشاءالله مددگار میشه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. بسم الله الحمدلله الصلاة و السلام علی رسول الله پاک و پروردگار. آنچه مسائلی که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی. در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام را جاگیر بگردانی. از بلاهای ارضی و سماوی در پناه خود نگهبان باشی. صاحب شد گذشتگان همین اهل جمعیت همین مسجد آباد که رفتگیام خدا طریق رحمت شایسته جنت بگردانی. ما زنده ها را در حفظ و پناه نگهبان باشی تا دمیدن صبح از بلاهای ارضی و سماوی خدا آنها خود در پناه نگهبان باشی. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله